نه دوستای عزیز آمدیم با یک جای تاریخی دیگه اش، یک جای تاریخی درو بدرین چی گپ هست دیگه اینجاش یکی به مسجد اروسا اینجا. اوه اینجا مسجد اروسا بچه خیلی کردم گفتی نه اینجاش فهمیدم. اینا برادرها اینا اینجاش فهمیدم. نه اینجاش دیدی کلیسا میگم چی میگم خیلی هم که درست بوده این چی گفت بسم الله دیدی اینجا تماشا میایی فقط تماشا Sei, mas sei. اینجاش مسجد اروسا بوده ما عدور دیدیم گفتیم مسجد اینجا مسجد اروسا همه الله اکبر مسلمانی گپ زدیستیان نه محکم بده طرف شما محکم خیلی برادرها دیدین سر همسر سرگردانیم سر یک تماشا میکنیم دیدن میکنیم دیدنش میمونه چی گفتین؟ ما کسات میبینیم یا چی گپ چی گپ نیست میگم اونجا ما پرسیدیم که اینجا مسلمان ها گفت البته همه مسلمان ها مسلمان که باشن مسلمان برادر مسلمان خب دیگه اینجا چی گپ نه بازی روزی نه میگم داری درون بودم همه چی عیسی مسیح زده مسجد اروسا خمون داریم که هم خیلی اینجا شمیه یکی یاد همه چی اروسا که اینجاش بداریم چی که باشه الحمدلله خدا شکر خدا شکر شی
اینه جامعه همون کی پاپ اینه شبکه شد اینجا چی گفت همون چرا دایی تو هم بستم اینجا چی دیده بود چرا تایی من بستم چی میدیده باشم میکروسکوپ قطعی دیدستیم نه صورت گرفتن ممکن نبودن خیلی من را میبینیم چیز دیدیم و شما دا میگون صورت گرفتن ممکن نیست آقای با چرا دا بستم و من نه با پرسانی خوشو کردم که برای یک موی سر کردم شما مقصد میستن در همون موی سر هم زن لا اله الا الله نوشتگی بوده در روی موی همون موی که زمه دیدم یک مو میبینی موی سر زن دروز میبینی در همون مو لا اله الا الله نوشتگی بوده یک بار دیگه ما تو چهار بستم ببینم دیده در کارارمو ساده میبینیم این همون بسیار در موی سر نوشتگی برای که میکروسکوپ قطعی میبینی نوشتگی در موی سر لا اله الا الله انا برو بعد رفتم پرسیدم اینجا چرا ایستادگی بودم رفتم رو پرسیدم که چیه گفت موی سر یک خانم یک موی سر با میکروسکوپ ببینید در خط آیا موی سر یک موی سر باید خود باید تلویزیون هست نمی کجایی نیست ایام زندگی خودشان دوران خیلی خوب همه کشفه هم میگه جم مسجد اروسو های همین ایسای مسیح های نیکن یا مسلمان بودیم خیلی گفتیم جمع مسلمان های نه که رنگی موزهی کردگن هم مسلمان ها از میرن میرن وقتی هم قدیم داد بدین هم خیلی جوده همی گفتیو که آدم های زندگی میکردن که خیلی جلان خیلی همه جاشو تماشا کردیم اومدیم دیدیم اقوالی یک معلوماتی پرا بتیکن اینجا کلیسای وانگ توی اصفهان توی محله جلفا حالا چرا محله جلفا دارم میگن جلفا که جزو ایران نیست در حال حاضر بخاطر این بوده زمان صفویه عده زیادی از دوستان ارمنی از اونجا آوردن به این منطقه وقتی اومدن اینجا اسم شهر و منطقه خودشون رو روی این محل گذاشتن چند تا موزه داره اینجا و کلیسای دیگه هم هست معروف ترین و
بزرگترین و زیباترینش کلیسای وانگه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تو دوره‌های مختلف کلیسا تکمیل شده، هنرهای مختلف بهش اضافه شده و شما بجز اون سبک حالا هنر و ساختار اروپایی دارید داخلش ترکیبی از تصویرها و هنر ایرانی هم که باش ادغام شده رو می‌بینید. نقاشی‌های بسیار زیبایی داره داخلش، تماما کار دستی هست و نامگیر قسمت مال ناموس‌هاش هست. چیه مختلفی داره، قبور به حال بزرگانشون هست که جای اینجا دفن شده. سلامت هم در روزهای از خاص برای عبادت دوستان از مسیحی میان و اینجا به اصطلاح برای عبادت هم ازش استفاده میشه. این حال استفاده بله. می‌برن. دیدین هنراشون اینجا میایی؟ دیدین đang có hầm rồi. اینجا یه جای بلیط فروشه کار.